من 25 سپتامبر سال 1954 در دهه جلندری رایون ورزو به دنیا آمدم. شما فقط پیش سیاب میرزا میبینید و آدم استر کافته گشته، همه آدم قدی شما انشالله و کاری میکنید. مقصد من گفتم که کمک اگر انا آدم دو پوزیشن نقل کردم. یکی گفتم که امریکن سنگار بسیار من میگم من همین دبی می که ستانی قدی چندین بار شدگی بودم. هم افسوس که صورت نیست. با کلیچ که اوچیتیل آنجا سر میکنیم با اخمی هم میگردیم. همون یک روز ریکنسترکسیون زود سر شدگی بود. این بفکرم سال 78 بود. 78. ما کرونا بیشتر باز بود برای که پول اتریس همون برام پیچه سیمینی زود اگر 2 متر پیشترش 2 متر باشد همه رو ما دیمانتاژ کرده 4 متر شنودیم. اونجا تمامی گویا که از دیوش استر قریب اشتراک میکرد. کارای اوهان بیتانی و بیتان ریزش ساختمانش پولستی این من در گردن تاجیکستان بود و گلاوی من همجا پرراب بودم من بودم. کارای من اونجا تربای دروز کلان هست و چیره چود وازدین هست و یا قضاخو میکردن. درامم بچه ها که سلام علیک کردم ما در یک کابینت حتی یک اساتین میشتیم متشنایف با خودم نامش آمد متشنایف باتربیک اساتین بچه بود و هم کارش بسیار بود و دیگر کار قدی بودم منم گرفتم که سلام علیکم باید سلام کنه و آدم شتکنم سلام کنه اعتبارم ندادم من چطور همون پروژه هم زوادا پیچ یکم میرفت ریکنسترکشن همون داداش هم گرفته همون آموزش میکنم که همون میدونم ما آدم ششته هیچ شناس نمیدونم کی باشه حتی در پیش کام کنی زاکروسکا داوری سایت شکل بودم این عراق هم کلباسه ریخته که همینجا خودش تا کنه که همین یک 50 تا میرزم میشه وای آدم وقت نداره من وقت ندارم. بعد من همین یک دو بار نگاه کردم بعد ما وای بدیم میگفتیم بعد چوس مدرش گفت بعد من گفتم که بله با شوخ کرده پررابو چکنه که ماتریشینم بعد بله تو تو موزیکا گیتار میگه تا گفتی хорошо посмотри گفت تو کینو ویدیو ما در какой кино بعد شوی شوخ میگه بعد گفتی ты хорошо посмотри ты в кино видел بعد روشنم کارم بسیار بود اعتبارم ندادم بعد گفت که это Сталин گفت учитель گفت учитель по кличке учитель همون روز کار بسیار بود بکنم آخری ما بود نرد آچات اون وقتا شباش کدیم ما آچات و نرد می نیستندیم برای هم 20 زیاد نیستندم چقدر فکر میکردیم من خطایی نمیکنم برای که دو وقتا اضافه نویسی به حد بسیار بود خواهی نخواهی که هم وقت سردی ما شدم اونجا بچه ها دیگر مشازکات 8 نیم سم میگردم با حرکت نگیم اونجا که جای گرمی که بود کیفسین گرمی بود و نکم 9 سم گیرم همون روز ما آدم خطی چیزی گپ زدن نشد چک کردن بعد قریب یک بار گذاشت که و یک بار با هم کره اکسونه کرده اوچسکا آمدم که از ابیکتو با هم آدم شده همیشه آخه همون هر دوشان هم اصلی خطی زبانی اصلی گپ زده چسکا کرشتی و این بار گفتم بعدیم ایتا ستالین ده گفت که ده گفت و خیلی لات نمیفتم ستالین دیده و شافری یک کلدوران برم و یک چی بیار رفتم یک نفسکو یک مینتر رقم بیار می آدم کم خشنی بعد همونجا شتیم همونجا حسی کشنک بعد این عرق چکم آدم نزدیک میکنم چکشا همونجا دوام کرد یک روز بعد همون خیلی و آدم همین هر یک ماه یک بار بعد 2 ماه یک بار هم پیش همون اساتین می اومد
بعد آخر در تاو همون آشنا شدیم. من کم جال که میگم که هوا اقلا یک صورتی هم میوادیم یا صورت هم میگرفتیم یک دکازات کردیم وای میشد. همین یک چند بار خواهیم خلشتیم با یک بار بکنیم سرطر نوشیدیم. بعد شوخ کردم همخیل شده گیریم نشدیم اکتر میریم ایستگیم بعد هم بخیر زنم بعد بگست من میگم ببین مرد چه بود آخی باید بینید بعد قدم چین کردم بخیر همه که قدم چین کردم از قدم بید این همه قدر 10 سانتیمتر تقریبا 10 سانتیمتر پس دایده بعد شوخی همیزه بعد همه که باشتیم بعد گفتم که میزیل رو تکن به مالی دی بس بله سویسک سرون گرینیل میزیل رو تکن مالی که بودی بعد ти не знаешь про него? Откуда я знаю? Я когда родился, Сталин не был. Я не его сын, да? Шухкара. Бад, а мужа ресора ашкош рех. Ашкош рех. Бад там так на ходжаки, табам дрейне дегов. Ман малим кор мекарам. Ама одамой давлат медион. Мекованам вақт барои Сталин падбор меканам. Саблинам чанд бар пакшениш меги бидейт. Мо хайван изе бад از بالای تعریف فهمیدیم بعد همین از این بار میکنم. Евсея Лубицкого хотели расстрелять в начале 50-х годов, но двойнику повезло, его спасла смерть Сталина. Дав подписку о неразглашении, мужчина уехал в Душанбе, без права покидать Среднюю Азию. Дальнейшая его судьба неизвестна. همین بیبار میکنم بیبارم هم قریب چقدر میاموزم همین 100% همین با خودم کلاش یا یک 65 یا یک 66 یوتیوب زنی شما میبرم اگر دروغ نباشد لیکن از من پاس بود کلاش بعدم که دوام کرد همین اشراگیمو من تا سال 81 اینجا خیلی قصه بین زواد با بسیار است اما خیلی بعد وای آدم بعد من از اینجا سیستمی که باید شهر گذاشتم بعد از من سال 81 از اونجا اون طرف گذاشتم ولی از گرزی پراو خواندم آدم گذاشته لیکن همون آدم نمیدونم یا موی سرش کراسکه میکرد یا کی یا اونجا موی سرش سفیدی نبود نمیدونم چقدر موی سر شما هست تنیم سفیدی بود خلاص بعد همون اشتگی مودا گیره کرد که Сталин моих родственников всех уничтожил. Никого нету, никого я не знаю, никого не существует. Вот, как, блядь, ты сюда попал? Или, блядь, не в Кавказ, а в Душанбе. А Баговки это государство тайною. Бад не фамал, видишь, общение Асатино, дарем Тоджикистан хаму вақту шусват меканим. عموما همین تاجیکستان بنیاد کردگی من دیگر قزاقستان خلقای کافکاز چچنی این گوشو را مسئولیت کردگی بودم تاجیکستان این اساتینا را من بچه خود بودم میگه همون سالای من خشم میگه خوبتر میدنی بود همون سالا همون مافیایی که حاضر همون دست دیگر بچه ها را گذاشت که بعد همون مافیا همون سالای دوری سالای 50 تا 60 در دست همون اساتینا بود شهر دوشنبه آلی همون خوجینی میکردن اساتینا بودن وقتی جگو گاب میشه بعد گفتی داشتی که بعد ستالین دنیا گذاشتن من گفت با گرفتن 6 سال 7 سال بخاطر 7 سال بود من گفت گرفتن ترمه کردن سیبیر روی کردن بعد از اونجا آمدن بعد گسترس پنسیا چقدر جلو کرده که من نپرسیدم نمیدونم بعد همین دوشنبه همینجا مقیمی bez vjezda همینجا بسیلیت میکننش بعد همینجا دنیا میگذره انا کم جال کشتو که هم وقتا هم بچه وقتی من شناس بودم و یک کجا را گور کردم انا همیش نامعلوم همینا یافتن ممکن برای که اگر همین ارخیفی و یک بریم ممکن همونجا باشد ارخیفی همین قبرستانی روسا را این تاچ نمیشد
Ник, заменивший уже Гольдштаба, бухгалтер из Винницы, Евсей Лубицкий. Его поселили на закрытой квартире в Подмосковье, а чтобы избавить от забот о семье, последних вывезли в неизвестном направлении и расстреляли.